قبل از که اصلا بخوایم شروع بکنیم به گردشتن با ریلتور صحبت بکنیم. اول کاری که باید بکنیم که با یه مورگیج ادوایزر یا مورگیج بروکر صحبت بکنیم که اصلا ببینید اون قضیه شما میخواین خرید انجام بدین آیا واقعا میتونید مورگیج رو بگیرین. چون خیلی وقتا کلاینت ها میرن خونه رو میبینن با ریلتور گشت گذارشون رو میکنن، بعضی وقتا آفر هم میذارن فیلمش هم میکنن تازه میان سراغ ما یا به ما مورگیج بده یا خودتون نمیشه اینکام نداره اینا نداره نه شما میتونید نه نمیشه واقعا. حتی عجیب ترین کارهایی هم که وجود داره همیشه نمیشه انجامش داد. باید میک سنس کنه. چیزی که میک سنس برای ما نکنه برای هیچ کس دیگه نمیتونه میک سنس کنه. به خاطر همین اول شما بیاید با یه مورگیج ادوایزر مورگیج بروکر صحبت بکنید. ما باید کردیت بیروتون رو ببینیم، جابتون رو ببینیم، درآمدتون رو ببینیم، وضعیت زندگیتون رو ببینیم. آیا شما اصلا میتونید خرید بکنید؟ من میتونم به صورت خیلی میگم من ریلتور هست میاد اینجا با من دعوا میکنه که چرا این حرف زدید. محکم بهتون بگم همه نباید خونه بخرن. حداقل همین امروز نباید خونه بخرن. تو شما قراره که خونه بخرید که دستودی کنی یا توی زندگی کنیم زندگی راحتی رو داشته باشی، نه که خونه بخرید بعد از فرداش دلخوره و دلشوره و استرس و اینا بیاد سراغمون. به خاطر همین باید همه این چیزا بررسی بشه. فقط این نیست که فقط داون پیمنت هم داشته باشم. آیا بعد از دادن داون پیمنت آیا شما پولی دارید که بهش فال بک کنید؟ اگه وضعیت کشور عوض شد مثل الان که شد یه چیزی باید وجود داشته باشه که بهش فال بک کنیم. پس خرید خونه چیز خیلی خوبیه و همیشه مثلا ما ایرانی‌ها می‌دونیم که زمین خریدن خونه خریدن بهترین سرمایه است. ولی نه نسیسری که همون لحظه باید شما خریدتون انجام بدید. سامتونز باید صبر بکنید. یکم برای سیوینگ داشته باشید این کارو انجام بدید. ببخشید خیلی سنتی گفتم به خاطر اینکه میگم من کلاینت میاد اینجا میشینه بعضی وقتا میاد رفتش رو بگیرم با من صحبت میکنم میگم مطمئنی شرایطتو بیاد مثلا یک مورگیج رو شرایطتو نگاه کن مطمئنی هم چیکار میخوای بکنی. بعضی وقتا میگم ریلتورا میاد با دعوا میکنن. البته من ریلتوری که باهاشون کار میکنم دلیلی که باهاشون کار میکنم اینه که واقعا آدمای منصفی ام و ریلتور منصف میتونم با ارزش میتونم بهتون بگم محصول یکی از با ارزش ترین چیزایی که باید شما داشته باشید. اگه ریلتور منصف نباشه من خودم هم که این کارم که این شغلم میتونم بگم به من زدن. برای همین ریلتور منصف ریلتوری که شما رو مد نظر بگیره نه فقط درآمدی که قرار داشته باشه مهمترین چیزه مهمترین اساسی که میتونه وجود داشته باشه توی مسیر گرفتن خونه. بهتون بگم بچه‌ها که من باشون کار میکنم مثلا این کار که از بهترینم واقعا آنست باعث افتخاره که دارم باشون کار میکنم. توی مسیر گرفتن خونه اولین چیزی که ما از شما میخوایم درآمد شما هستش. درآمد شما میاد به ما میگه که شما چقدر میتونید مورگیج افورد بکنید و این درآمد به یک مدل نیست. شما میتونید به صورت مختلفی توی کانادا کار کنید. میتونید به صورت فول تایم امپلوی کار کنید. میتونید به صورت پارت تایم کار کنید. میتونید به صورت کانترکت کار کنید. سلف امپلوی کار کنید. خود سلف امپلوی دو مدله. میتونه سول باشه، میتونه کورپوریشن باشه. از انواع اقسام شما میتونید کار کنید و درآمد دارید. و برای هر کدوم از اینها وقتی شما میگید درآمد دارید داکیومنت‌های متفاوتی از شما میخوام. مثلا داکیومنت مشخصی نیست که من میگم من از همه داکیومنت میخوام. نه نسبت به شرایطتون فرق میکنه. حتی نسبت به پروگرامی که میخوایم براتون بگیم در آخر راجعش صحبت میکنیم میتونید داکیومنت ها فرق کنه. موضوع بعدی که ما بهش توجه میکنیم کردیت شماست. کردیت شما بیاد به ما بیاد میگه شما قابل اعتماد هستین برای بانک بیاد این پول به شما قرض بده که بهش برگردونید. خب خیلی وقتا وقتی که نیو کامل تازه اومده توی ایران واقعا اپلیکیشن نداریم و به خاطر همین سالهای اول باعث شد خیلی از کلاینت‌ها چک‌بوکشون رو خراب بکنن. بعضی وقتا یک کارتی رو باز میکنن فکر میکنن که باز کردن چون استفاده نکردن هیچ اتفاقی نمیفته میذارن میرن ایران یک سال دو سال بعد دوباره برمیگردن میگن که پولی لیت پیمنت دارن با اینکه هیچ چیزی استفاده نکردن. ولی خب اون کارتا بعضی وقتا یه مینیمم پیمنت هایی داره یک فیایی داره که باید هر سال پرداخت بشه. به خاطر همونا میره کالکشن. چه اتفاقی میفته؟ کردیت خراب میشه. میخواد خونه بخره سالی نمیتونه خونه بخره. چرا؟ چون که به خاطر بعضی وقتا باورتون نمیشه به خاطر $10 کلاینت این مشکل برخورده. پس کردیت شما خیلی مهمه. حتما باید پیمنت هاتون رو به موقع پرداخت کنید. پرداخت به موقع پیمنت این نیستش که
هر زمانی که شما دلتون بخواد پرداختش بکنید. به این معنی است که اگه بانک قشنگ شما اگه اکانتتون رو باز کنید به شما میگه که دو دیتتون کی هستش، یا شما باید اگه از همون بانک پرداخت می‌کنید میتونید همون روز قبلش پرداخت بکنید، ولی اگر مثلا دارید پول RBC و از CIBC پرداخت می‌کنید باید 5 روز بیزینس دی بهش وقت بدید. به خاطر این ترانزکشن باید انجام بشه، همون لحظه انجام نمیشه و بعضی وقتا همین این مدت زمانی که این باید ترانزکشن انجام بشه باعث میشه که شما همون روزی باشه که اون بانک میخواد به اکوفکس یا ترانزیونیون ریپورت رو بده و میگه که شما لیت پیمنت دارید. به همین سادگی لیت پیمنت میخورید. پس اینا خیلی مهم هستش. و وقتی شما کارتی رو میگیرید، ویزا کارت رو میگیرید، اینا خیلی خوبه، لاین داشته باشین خوب هستش. ولی خوبه که چجوری ازش استفاده بکنید. به نظر من که البته برید تو وبسایت‌های خود گاورمنت هم نگاه کنید، شما باید از هر کارتی که دارید باید 30%ش استفاده بکنید. اگر بیشتر از 30%ش استفاده کنید، کردیت شما شروع می‌کنه به هیت شدن. یعنی هی کردیت شما هر بار هیت میشه و کردیت شما ضربه می‌خوره و میاد پایین. بخاطر اینکه اتفاق نیفته، بعضی وقتا من حتی بعضی از همکاران خودم هم هستش که یکی با منم بودن این صحبتو کردن. میان بهتون میگن یه کردیت داشته باشید. زیاد خوب نیست شما کردیت داشته باشید. ولی من میگم نه این غلط. شما خیلی خوبه که کردیت خوبی رو داشته باشید. نه مثلا لانگوز خرید می‌کنید وای میسن اون وسط یه کردیت به شما بدن. اون کردیت خوبی نیستن. والمارت کردیت زیاد خوبی نیستن. این کردیت مثل کردیت RBC، CIBC، لازم کردیت اگه داشته باشید خیلی خوبه. چون باعث میشه که شما اگه واقعا احتیاج به پولی داشته باشید، یهو نرید یک کردیت کارتتون رو خالی بکنید. میتونید 30% از این 30% از این 30% از اون یکی استفاده بکنید. فقط باید بدونید که چجوری منیجش بکنید که زیادم خرج نکنید که مجبور شید باید پیمنتاشو پی کنید. یعنی چاره‌ای وجود نداره باید پیمنتاش پی بشه. این از موضوع کردیت. موضوع بعدی ما بدهی‌های ما. بدهی‌های ما و درآمد ما حالا میاد به ما میگه که کلاینت چقدر میتونه دوباره افورد بکنه این درآمدی که داره، از این درآمد چقدرشو باید ماهانه پیمنت پرداخت کنه. میدونم ما هم ایرانی هممون عاشق بنز و BMW و پورش. اولین کاری که میکنیم پامون رو میذاریم کانادا، چیکار میکنیم؟ میگیم یکی از اینا رو بخریم یا لیزش میکنیم و میگیم یا بگم خب چیزی نیستش که $1000 هدفی نیست، پول نداره به من. اون $1000 برای مورگیج شما $100,000. آیا $100,000 عدد بزرگی نیست؟ عدد بزرگی بود. بعضی وقتا به خاطر $40,000 کلای نمیتونه ببنده. برای همین بهتره که خرید بزرگتون که خونه هست رو انجام بدید، بعد برید بعد از که خونه‌تون گرفتید برید ماشین رو بگیرید که اصلا $5,000 باشه. من هیچ کاری ندارم، مشکلی هم ندارم، ولی تا زمانی که خونه اصلیتون رو نخریدین این کارو نکنید. شاید بهتر باشه یه ماشین کش بخرید که واقعا میتونم بگم $300 هم میتونه $50,000 مورگیج باشه. بعضی وقتا میتونه تو خرید خونه به ما کمک کنه. ما مجبوری پیاف بکنیم که الان بره یه کاری براش انجام بده. چون واقعا بعضی وقتا میرن ور میکنن و نیاز هستش. مورد بعدی که نیاز هست داون پیمنت هم توی کانادا جدیداً هم قانون جدیدی که اومده شما میتونید حتی برای ثبت 1.5 میلیون از اگر از که فرست هوم بایر باشید یا اینکه پری کانستراکشن بخرید میتونید تا صف 1.5 میلیون خرید بکنید با زیر 20%. ولی آیا همه میتونن این خرید انجام بدن؟ سخته. چون باز هم باید درآمد بالاتر. چرا اگه درآمد بالایی داشته باشین میشه. چرا؟ مگه وقتی شما 10% میذارین 10% من بیشتر باید موردی برای شما افورد کنم دیگه. پس شما باید درآمدتون اونقدر بالا باشه که اون 10% دیگه رو کاورش بکنه. ولی این قابل اگه درآمدتون اوکی باشه این میتونید که زیر 20% هم خریدتون رو انجام بدید. برای 500 تا اول مینیمم 5%، برای هر تا $1 بعدش 10% مینیمم. داون پیمنتمون میتونه از ایران بیاد. وقتی از ایران میاد باید یه پروسه درستی رو رد بکنه. این پروسه خیلی مهمه چون اگه یک تیک کش اینجا اشتباه انجام بشه نمیتونیم از اون پول به موقع استفاده کنیم. اون وقت مجبوری بهتون بگیم صبر کنید 90 روز پولتون بگذره. چون من وقتی دارم خطو میرم اگه این وسط به یه مشکل بر بخورم جوابگو نباشم مجبورم بگم که 90 روز بگذره که اینو
بشه هایدش کرد. ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا هایدش هم بکنید اگه بفهمن نیوکامر هستیم، اگه از پروگرام‌های نیوکامری بخوایم بریم جلو میتونن از ما بخوان حتی 1 سال قبلش هم نشون. پس حتما پولاتون یه جوری بیارید که بشه ازش استفاده کرد. چطوری میشه ازش استفاده کرد؟ که شما توی ایران خونه رو میفروشید، موبایل نامه به شما میدن. اون موبایل نامه رو باید ترجمه کنید به خودتون بیارید. طبق اون موبایل نامه شما باید پولاتون رو ترانسفر بشه به حساب، مثلا حساب پاسارگاد یا آینده. عین موبایل نامه. نباید وسط ترانزکشن ها خریدار بیاد بگه که من پول ندارم میخوام یه گونی برنج بهتون بدم. این مثالایی که میذارم به خدا اتفاق افتاده. میخوام یه گونی برنج بهتون بدم. یا که میخوام این زمین رو بهتون بدم، این ساعت رو میخوام، پول ندارم بدم. نمیشه این اتفاق. خریداری واقعا افتاده. نمیشه این اتفاقات بیفته. اگه توی قولنامه شما گفته طبق یک روزهایی باید یه پیمنتایی به شما پی بشه، باید این اونا بره تو حساب شما. چرا؟ چون ما حساب بانکی ایران شما رو میخوایم ترجمه شده شو. بعضی از بانک‌ها توی ایران ترجمه شده شو حتی به شما میدن. اگه ندم باید بدید براتون ترجمه کنن که به ما بدن. بعد بانک پاسارگاد آینده فقط؟ نه این مثال بانک‌ها بودش. مثلا بانک آربیسی روی سری از بانک‌ها حساسه. ما روی بانک‌ها حساس نیستیم از لانگ از اینکه بتونیم فروغ نشون بدیم. بانک با بانک فرق میکنه. ما یه سری مثل سانکشن داریم وقتی اسم ایران میاد و یه سری از بانک‌ها اصلا توی سانکشن هستن. مثلا آربیسی خیلی استریکته توی بانک برای این موضوع. ما حداقلش میگیم که از لانگ از که شما این فروغ کامل رو به ما نشون بدید، ما زمینه رو اوکی. ولی باید بدونیم پول از کجا اومده، چجوری به وجود اومده. نمیتونیم بگیم من توی بوتلکام داشتم آوردم. نمیشه، اصلا نمیفهمن کش یعنی چی. واقعا اینا درکش نمیکنن. ما ایرانی‌ها داریم که اینجا درکش نمیکنن. و وقتی که شما پولو میارید میخواید بیارید